روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 25 فوریه است و این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی برای آشنایی با منظره کلی تحولات تاجیکستان و جهان در امروز تیم خبرنگاران رادیو آزادی در پراگ و تاجیکستان زحمت کشیدند. حالا بیایید با موضوعهای اساسی این نشر شناس شویم. در حالی که شورای امنیتی سازمان ملل متحد در رابطه با سالگرد جنگ اوکراین قطعنامه بی‌طرف تصویب نمود، مجمع کل این سازمان به پشتیبانی از اوکراین آواز داده است. جنگ فقط مربوط به اوکراین نیست. منظور حقوق بنیادی هر کشور برای موجودیت و انتخاب روی خود برای زندگی بدون تجاوز است. 5 روز تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان مردم در کشور درباره نامزدها و حزب‌های سیاسی شرکت‌دار معرکه مهم خبری ندارند. مفتشان ماجرای لطوکوبی کودک از جانب مادر در ناحیه رودکی را می‌سنجند. مادر کلان نگران است که نبیره‌ها را از دست آنها می‌گیرند. من چه کجا برم مراجعت کنم که کودک را نگیرن از دست من. شورای امنیتی سازمان ملل متحد در آوازدهی روز دوشنبه متن قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا را قبول کرد که در آن در رابطه با جنگ اوکراین موقع بی‌طرف انتخاب شده است. این قطعنامه در روز سالگرد سیوم جنگ روسیه در خاک اوکراین قبول شد. جزئیات آن را همکارم کیمرسیاتا تقدیم می‌کند. قبول قطعنامه با پیشنویس آمریکا در شورای امنیتی سازمان ملل موضع‌گیری پرزیدنت دونالد ترامپ را در رابطه با جنگ در اوکراین انعکاس می‌کند و آن نظر به موقع پرزیدنت پیشین جو بایدن نسبت به روسیه آهنگ سازشکارانه دارد. تا امروز آوازدهی در رابطه با جنگ در شورای امنیتی سازمان ملل که 15 عضو دارد با دلیل ویتوی روسیه ناممکن بود. همزمان مجمع کلی سازمان ملل با 193 کشور عضو از اوکراین پشتیبانی کرد. ایالات متحده روز 24 فوریه نتوانست که در آوازدهی مجمع کل برای قبول قطعنامه با مضمون بی‌طرفانه‌اش موفق شود. در عوض مجمع کل 2 قطعنامه دیگر را پذیرفت که یکی از جانب اروپا و اوکراین و دیگری از طرف آمریکا پیشنهاد شد و به آن پشتیبانی لفظی اروپا از اوکراین علاوه گردید. در حالی که قطعنامه‌های مجمع کل در مقایسه با شورای امنیت خصوصیت حتمی ندارند، وزن سیاسی و جهانی آنها موضع‌گیری به جنگ را خوب نمایش می‌دهند. ماریانا بیتسا معاون وزیر کارهای خارجی اوکراین پیش از آوازدهی گفت که کشورش نه تنها برای حفظ استقلالیت می‌جنگد. جنگ فقط مربوط به اوکراین نیست. منظور حقوق بنیادی هر کشور برای موجودیت و انتخاب روی خود برای زندگی بدون تجاوز است. شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز 24 فوریه قطعنامه آمریکا را با 10 آواز طرفدار پذیرفت، در حالی که فرانسه، بریتانیا، دانیا، یونان و اسلوونیا از آوازدهی خودداری کردند. روسیه در اول تلاش کرد که به متن آمریکا اشاره درباره ریشه‌های نزاع وارد کند، اما آن قبول نشد و در نهایت از این قطعنامه جانبداری کرد. از این پیش تلاش اروپا را برای پشتیبانی لفظی اروپا از اوکراین ویتو نمود. بعد آوازدهی در شورای امنیت، اجرا کننده وظیفه سفیر آمریکا در سازمان ملل دوراتشی گفت قطعنامه راه را به صلح باز می‌کند. او گفت این قدم مهمی بود که گذاشته شد و اکنون ما باید آن را برای بنیاد آینده اوکراین، روسیه و جامعه بین المللی به کار بریم. ولی حالا نگرانی در اوکراین و اروپا وجود دارد که در جریان مذاکره‌ها با روسیه این دو جانب می‌توانند از طرف دونالد ترامپ کنار زده شوند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان خبرنگاران رادیو آزادی را از حق بازتاب انتخابات پارلمانی محروم نمود. سبب گویا در گذرانیدن مهلت برای دریافت اکریدیتاسیون می باشد. ولی این ادعا درست نیست، چون رادیوی آزادی سری وقت روز 10 فوریه با درخواست ثبت نام ژورنالیستانش به کمیسیون مراجعت کرده بود. قبلا ناظران بین المللی سازمان امنیت و همکاری در اروپا هم به اکریدیتاسیون ماندند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان دوم مارت است و همکارانم مولا رجب یوسفی و شهلا عبدالله فضای کشور را از نظر آمادگی به آوازدهی مشاهده کردند. با کدام حزب یا با کدام نامزد آواز میدید؟ روز که بگون شما بشید.
این پاسخ بیشتر همصحبتان رادیوی آزادی درباره انتخابات پارلمانی 2 مارس است. یکون نه حزب میدونه انتخابات میروید؟ نه شاید. به کی آواز میدید 5 روز پس انتخابات است؟ میبینیم خیلی معلوم میشه. ورقه های تبلیغاتی نامزدها یک نشانه از آن است که در تاجیکستان انتخابات برگزار می شود. اما مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان به این نوشته ها توجه زیاده ندارند. از این جوان دختر پرسیدم که از این نامزدها کسی را می شناسد؟ نمیدونم، کم بار میبینم. تنها جوانان نیستند که درباره انتخابات، نامزدها و برنامه آنها معلومات ندارند. این ساکن پنجکن میگوید که نمیداند که از جای زیستی او کیها نامزد به کرسی وکیل شدند. با کی آواز میدید و با کدام حزب؟ با حزب خلقی دموکرات و حزب امام رحمان. حزب خلقی تاجیکستان. نامزد کی است؟ نامزد حزب. نامزد رحمان. این حزب از روی خط حزبی 28 نفر پیشنهاد کرده است. کدامش میشناسید اقل؟ دفتر مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان. اینها نامزدهای حزب به وکیلی مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی هستند، در حالی که ساکنان در بیرون از انتخابات و برنامه‌های نامزدها اظهار بی‌خبری می‌کنند. نمایندگان حزب کمونیست از حضور گسترده مردم در واخوری‌ها می‌گویند. حاضر همه خودشون اومده ایستادن که گفته ایستادن که ما باید در انتخابات اشتراک نماییم. ستاد مرکزی حزب اگرریک یک حزب طرفدار حکومت گفته می شود. نمایندگان این حزب هم باور دارند که مردم در انتخابات حضور گسترده خواهند داشت. باوری کامل دارم که ما امسال نیز در مرکز سیاسی مردم شریف تاجیکستان فعالانه اشتراک میکنند و با باوری کامل دارم که زیاده از 90 فایزی اولی آنهایی که حقوق آوازدهی دارند در مرکز در روز انتخابات سال 2 مارس آمده ایستاده رأی خود را اظهار میکنند. بعد از 10 فوریه کمیسیون مرکزی انتخابات چنین واخوری نامزدها با رای دهندگان را برگزار می‌کند. هرچند بعضی از شرکت‌داران این واخوری‌ها هم درباره نامزدها زیاد نمی‌دانند. روستیگر با ایودم نیست. با ایوتان نیست. هم که شناس شدیم با ایوشم دادن ولی در همون وایم در کش استول موندگی از یاد نکردم. وقتشون وعده دادن که ما در آینده تاجیکستان وایم چی درباره مقدار رو وای می‌کنیم. پیشرفت زن‌های تعمیم می‌کنیم. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 2 مارس امسال برگزار می شود. طبق اطلاع رسمی برای دریافت 63 کرسی پارلمان 220 نامزد ثبت نام شدند، اما همه این نامزدها از حزب حاکم یا احزاب رو به حکومت هستند. حزب سوسیال دموکرات که یگانه حزب مخالف حکومت گفته میشد در انتخابات شرکت ندارد. برخلاف انتخابات‌های گذشته، امسال ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا و رسانه‌های مستقل از جمله رادیوی آزادی نیز جریان آوازدهی را نظارت نمی‌کنند. در چنین شرایط معلوم نیست که کمیسیون مرکزی انتخابات و حزب‌های سیاسی برای جلب مردم به آوازدهی چه کارهایی را انجام داده می‌توانند. در روسیه پس از تقریباً 1.5 سال بلوگری تاجیک جمعبای رجبزاده از بازداشت رها شد. جمعبای رجبزاده شهروند تاجیکستان و روسیه که در شبکه‌های اجتماعی با نام سالمون کین معروف است، روز 24 فوریه از رهایی خود خبر داده گفت تفتیشات معین کرد که وی بیگناه است. مقامات روسیه در این باره رسما خبری نشر نکردند. بلوگری تاجیک ماه ینور سال گذشته به برانگیختن کینه و عداوت ملی و پس زدن شأن و شرف متهم و دستگیر شده بود. 6 ماه آخر او در بازداشتگاه بود. از این پیش در حبس خانگی قرار داشت. کمیته تفتیشات روسیه ادعا کرده بود که این زاده تاجیکستان با نشر و پهن کردن نوارهای صحنه‌سازی شده در شبکه‌های اجتماعی دختران دارای چهره اسلوانی را تحقیر میکرد و شأن و شرف آنها را پست میزد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. دادستان‌ها در تاجیکستان رفتار فیروزه نور و یک ساکن ناحیه رودکی را می‌سنجند که صحنه لطوکوب بیرحمانه فرزندش در شبکه‌های اجتماعی باعث محکومیت و محاکمه‌های زیاده شد. زن به نزدیکانش از فشارهای روانی و رفتار بی احترامانه همسرش شکایت کرده است که سبب عصبانیت و دست به خشونت زدن او شده است.
منقدان میگویند در بسیار حالتها جبر خشونت روانی و جسمانی زن از دست شوهر را کودکان میکشند. ضمناً معلوم نیست تا کجا برابر با فیروزه نوروا مقامات همسری او را نیز به جوابگری میکشند تا که تمام حقیقت حال روی آب برآید. گزارش عبدالغنی عبدالوهاب و امیر سویف در این باره. دختر مجا گناهگار نیست، خیلی فرزند مادر میزه. گلرفتار نوروا مادر فیروزه نوروا ساکن ناحیه رودکی که نشر نوار لطوکوبی فرزندش در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی را به میان آورد، سبب این رفتار دخترش را شرح داد. شوهرش دوجا عروس بازی میکرده، رقص بازی میکرده، ایده پرتفته کره بی‌معنی میکرده، در دختری من پرتفته. دختری من زندگی داره، آیت 3 کودک داره، فرزند داره، همو چند بیبار خوردن به همین صغیرش پرتو نمیشن. مادر فیروزه حالا از تقدیر آینده دختر و 3 نبیره خود که میگوید خودش کلان کرده است نگران است. من چه کجا برم مراجعت کنم که همین کودک کار نگیرن از دستی من. اینا در خونه مرا بینن التماس، اینا نگه که هم مرا پشم دروغ پشم کده مجابوزه دروازه کده خیلی مادر حق دای گودک میزه خیلی با گودک پشتی گودک میگیره مادر یک گناه کف من میزنم فرزنده میگم چی گناه کردی بچه جان کجا رفتی؟ تلاش های رادیو آزادی برای تماس با شوهر فیروزه نوروا تا زمان نشر مطلب به نتیجه بودند و به محض دسترس شدن نظر جانب دیگر آماده است آن را نشر کند. در اداره کارهای داخلی جماعت سرکشتی ناحیه رودکی روز 21 فوریه تصدیق کردند که فیروزه نوروا برای رفتارش بازپرسی شده است و گفتند دادستانی تصمیم خواهد گرفت که علیه او پرونده باز شود یا نه. لطوکوبی کودکان با هدف گرفتن قصاص در روبروی دوربین و نشر این نوارها در شبکه‌های اجتماعی وقت‌های اخیر زیاد شده است. چون این حادثه را روانشناس امید حمیدов با شیوه زورگویانه تربیت در خانواده و ابزار فشار قرار یافتن فرزندان بستگی می‌دهد که به گفته‌اش در زیرشعور کودکان عقده خودکمبینی را به وجود می‌آورد. انسانی که اگر کمپلکس همون ناکامل دارد و خواهد نخواهد رنج بسیار می‌بیند. وقتی که مغلوبیت احساس کرد مثلا خب یکان مثلا من از دست داد دیگه بسیار دردناک قبول مثلا و به خاطر آنکه همین درد و علم روانی و با او خوب آسیب بیشتر و بیشتر نرساند و میخواهد که عمل دفاعی انجام دهد، یعنی میخواهد خود از همین حالت دفاع کند. پارلمان تاجیکستان تابستان امسال قانون مسئولیت تعلیم و تربیت کودک را اصلاح کرد. بند 16 این قانون پدر و مادران را وظیفه‌دار کرده است که در پرورش کودک از زورآوری از جمله جزای جسمانی استفاده نبرند، با مناسبت بیرحمانه و غیر انسانی راه ندهند، شأن و شرف کودک را پس نزنند. هر کسی که کودک را حتی با هدف تربیت مشت و لگد میزند جزا میگیرد، گفته شده است در قانون مذکور. و شورای علمای مرکز اسلامی اعلام کرد که ماه رمضان در تاجیکستان روز 1 مارس شروع می شود. این نهاد صادر کننده فتوا نصاب زکات را 36,000 سامانی تعیین کرده است. از این پول باید 900 سامانی زکات داده شود. فطر روزه برای یک نفر 8 سامانی است. صدقه فطر تنها به نیازمندان و معیوبان و یتیمان داده شود، گفته شده است در قرار. گرفتن روزه از رکن‌های پنجگانه دین اسلام به شمار می رود. زیاد از 90% اهالی تاجیکستان پیرو این دین هستند. سازمان و کشورهای غربی پیوسته از تاجیکستان می خواهند که مبارزه با افراطگرای اسلامی و تروریسم را برای سرکوب دیگرندشان و مخالفان نظام استفاده نکند. و برنامه در همینجا به آخر می رسد. سپاس که آن را تماشا کردید. خبر و گزارش های بیشتر را درباره حادثه های تاجیکستان و جهان همیشه می توانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیو آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه های تاجیکستان را فراموش نکنید. تلفن ها در صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما.